من علامت شرف امردین بازارویچ سال تولدم 1977 زوده دیگه پستره سنوی روشخلم می باشم. اولادور و صاحب دو فرزند هستم. سال 1985 تا سال 1995 در مکتب نمر 26 نوی روشخلا خوندم. معلومات اولی دورم. سال 1996 با دانشکده دولتی تربیت جسمانی در شهر دوشنبه داخل شده. سال 2000 آن را ختم کردم. سال 2008 برای جنایت ابوشی 2 سال از آزادی محروم شدم. بعد با آزادی برآمدن به روسیه رفتم. سال 2014 به روشخلا برگشتم. تالار ورزشی کشیدم. تا سال 2018 شاگردان را مشق می دادم. من بسیار فکر می کنم. در محکمه وقت زیاد فکر کردنم دارم. از خود می پرسم که چرا حیات من این خیل شد. من بسیار امکانات زیاد داشتم که انسان نمونوی شوم. معلومات اولی گرفتم. ورزشگر بودم و با همین کسب مشغول بودم. شاگردان را تربیت می کردم. لیکن این خیل نشد. همین محیط جنایتی در روشخلای و خوروغ چند جنایتکاری که در حیاتشون یگان کار نیک نکردند، دست کسی را نگرفتند، به من تاثیر کرد و من افکاریت جنایتی شدن را از استاد ورزشی بودن بالا دانستم. سال 2018 در شهر خوروغ میتینگ شد. من همچون رهبر گروه جوانان گمراه روشخلا را جمع کرده به خوروغ رفتیم. در آنجا به ترتیبی کردیم. بنای حکومت ولایت را با زوری اشغال کردیم. در و تریزه، کامپیوتر و دیگر تجهیزات اداره را شکستیم. پیشتر رئیس ولایت شادخان جمشید را تحقیر کردیم. سخنان بد زدیم. با همان شب طالب، منور، یادگار، مطلب، قناعت بود. برای چه شما امروز خاموشید؟ ما در حقیقت همین جنایت را کردیم. پس در نزد قانون جواب دادن در کار است. ما را با همراهی طالب، یادگار، بخیر و خرسند منور به پراتور ولایتی دعوت کردند. در آنجا زبان خط دادیم. امضا کردیم که دیگر دست به جنایت نمیزنیم. بعد این من باز به روسیه رفتم. ولی عروضه از طالب ایومبیکوف و زیوبیکوف گلبدین وضعیت را در خوروغ روشخلا می پرسیدم. ماه فوریه سال 2020 زیوبیکوف گلبدین به من زنگ زده گفت که یک دختر نویره، نامش را هم نمیدانم، با یک کارمند پروکراتور نوی روشخلا گپ می زده است. گلبدین بچه تقویم است. من به گلبدین گفتم که همان کارمند پروکراتور را راست وای که بودنم نمیدانم قپید و به زوری مجبور کنید که خود را گناهکار گوید و او را به نوار گیرید و به تلفن به من پرتوید. بعد گلبدین نوار را به واسطه تلفن به من روان کرد. تماشا کردم، دیدم پروکرور از ترس و شکنجه خود را گناهکار دانست. ما از این کارمون خرسند شدیم و آنها برای زبان کوتاه و شرمنده کردن مقامات حزب حقوق ولایت نوار را در اینترنت پرتافتند. پس از چند روز گلبدین زنگ زده گفت که نسبت او و چند نفر رفیقانش مقامات پرونده جنایتی کرده است و با آنها دعوتنامه فرستاده است. من به او گفتم که به یگان جا نرود. اکنون فهمیدم که همه این کارهای من خطا بوده است. این روز عاقبتش را خودم میدانم و تمام. زن فرزندم در هر حالت ناگوار ماندند. آن عاقبت کار کردم که این لحظه ها به جای در نزد فرزندانم بودم، در پس پنجره هستم. من گلبدین دیده و دانسته جنایت را صادر کردیم. این کار ما باعث ناآرام گشتن وضعیت در شهر خوروغ شد. 10 نفر پس پنجره رفتند. زن و کودکان آنها بی سرپناه ماندند. افسوس خطاگی خود را دیر فهمیدم. من از پدر و مادران آنها از مادر گلبدین بخشش می پرسم. من امروی اورز، امی، محمدیار و چند نفر و از شریکانم در روزهای نارامی شهر خوروغ در ماه نوامبر سال گذشته در مسکو در نزد سفارتخانه تاجیکستان میتینگ تشکیل کردیم. در همین جا ما را دیگران استفاده کردند.
بعد این فهمیدیم که قانون آی روسیه را هم ویران کردیم و 11 ینوار با امروی مویب عزت مسمیر ساله شکلوبک موسا با اوکراین رفتنی شدیم. وقتی که نزدیک سرحد اوکراین رسیدیم به ما گفتند که سنجش بسیار سخت است و دورتر از خط سرحد شب را گذراندیم. من شب دراز فکر کردم که گذرم تو با کی گریزه می شوم، دور از فرزندان، اویلا، خیش و تبار. من می دانستم که مقامات مرا در گفتگو اعلان کرده است. روز دیگر امروانم را گفتم که تو با کی گریز می کنم، من به تاجیکستان بر می گردم. در پیش قانون جواب می گویم و در نزد اویلا و خیش و تبارم می مانم. بعد از این به مسکو برگشته بلیط خریدم و به دوشنبه پرواز کردم. خود را به مقامات عضو حقوق سپاریدم. باوری دارم که برای خود و اختیارم به مقامات سپاریدن به من سبکی میدهند. در محبس مناسبت با من از روی قانون است. کسی مرا عذاب نمیدهد. یگان کمبودی ندارم. حتی از خبرهای روزه خبردار می شوم. خبر دارم که چگونه گروه‌های افغان‌انگیز برای مردم را راگم کردن از نام من استفاده می برند. علیم شیرزمان دروغ می بافند که گویا من از ضرب لط و کوب 2 روز بیهوش بودم. این ابلهی است. تو از کجا می دانی که با من مثل انسان کامل مناسبت می کنند؟ این شمایید که مردم را ناآرام می سازید. او از قفای لایکای خودش حزب تروریستش پروا ندارد که زن و فرزندان و نزدیکان من این دروغ بافته او را خوانده به کدام حال گرفتار می شوند. دیروز مراجعتنامه باقر را خواندم. از نام تمام مردم گپ می زند، مثل آن که یک جنایتکار نیو یک دلسوز خلق باشد. باقر اگر دیگران تو را ندانند، من تو را نغز می دانم که ما و تو خرسند منور و ظاهر و طالب به چه عملهای ننگین دست زدیم و وضعیت خورا و با من اول رساندیم. باقر به مردانه اقرار شویم. ما بغیر از جنایت چه کار خوب کردیم، چه فایده به مردم عادی رسیده است. در یک جا میشستیم صحبت میکردیم. بغیر از اغواگری، بدنام کردن حکومت، بدبینی به کارمندان ساختار حزب حقوق، بیروا کردن جوانان، باز چه کار کردیم؟ راستی مردم شهر خارا از من و تو بر این افطاریت و بیزار شدگی‌اند. بس بودگیست به قانون جنگل زندگی کردن. تو که مردم رو عذاب و تشویش میدیم. یک بار از خودت پرس که چرا برای جنایت‌های من و تو دیگران در عذاب باشند. اما جنایت‌های ما بس بود. باز تو از خودت یک شخص بیگناه میتراشی و برآمد میکنی. بجای آن که از مردم برای اینقدر عذاب و بخشش پرسی و خود را به مقامات سپاری. من بسیار فکر کردم این جوانان که شبا تو را اخرانیت میکنن برای احترام تو این کار را نمیکنن. از راگم زدگی آنها نیز مثل من و تو برای خطا رفته استودند. ما تمام خورا را به جنایتکاری آلوده کردیم. جوانان را به جای برای درست بردن تربیت کردن از دست پدر و مادرشان گرفتیم و جنایتکار کردیم. جماعت پگاه ما را نمی بخشد. این کار ما از روی مردی نیست. باخر تو حق نداری که جان آنها را در خطر مانی. امروز دولت قدرت دارد که در یک شب 1000 من و تو بر این جنایتکار را دستگیر کرده در رو بروی قانون راست می گذارند. ما و تو و همان خرسند باقر و منور و دولت 100 مراتبه بخشی. از گناهمان گذشت ولی ما وعده خلافی کردیم و باز جنایت صادر کردیم. تو که ما را بخشن. آیا همین خصلت تو باقر و دیگران از روی جوانمردی است که زن و جوان را در محلت جمع کردیم و از آنها برای خود سپر میکنیم؟ مردک بودن در کار چه در پس کرته زنان پنهان میشوی. این دیر دوام نمی کنند.
من فکر میکنم حالا هم دیر نشده است. چهارشنبه فهمید. موسیف شویف امران و دیگر یاران آنو فهمیدن. چرا تو فهمیدن نمیخوی؟ باز میخوی که چند جوان گمراه قربان گپای دروغ فریب تو شده حیاتش را سوزانن. ما برای مردم خارق و ولایت هیچ کاری نکردیم. ای باقر یک بار چخور فکر کن که چه کار کرده ای بجز از صدا و جنایت تأخیر مردم عادی افباشی. باخر ما که جوان هستیم بی عقلی کردیم. تو با همین سن و سالت شرم نکردی که بسر یک آموزگار دست برداشتی. مردی همین است. تکرارم شود باز میگویم که ما و شخصا خودت را حکومت چندین بار برای جنایت‌هایمان بخشید. امکان داد که آرامانه کار زندگی کنیم، لیکن من و تو در قولمان نایستادیم. بس است. بیا مرد باشی مثل من توبه کن. حالا هم دیر نشده است. خود را سپار جان دیگران را در خطر نگذار. سرکردگان گروه های متشکل جنایتی شهر خارق باید این را دانند و برای هر عمل جنایتی خود در نزد قانون جواب دهند. آن همین خاطربینی های گذشته های حکومت بود که جنایتکاران سالهای دراز به جزا ماندند. بیاید دیگر با کردارهای اباشانه خود به کار مقامات و آرامی مردم عادی خلل نرسانیم. و فکرم روی دیگر نیست. دوره بخششو گذشت، اما باید به قانون اطاعت کنند. خارق هم مثل دیگر شهر نویه های جمهوریمان باید شهر آرام و آباد شود. از تمام مردم بدخشان من جمله شهر خارق خواهش میکنم که بس خانان ایوانگیزانه باقر و منور و خرسند طالب دادن نشوند. جوانان باید از قفای جنایتکاران نروند، خوانند، مشق کنند، آینده خود را مثل من تلخ نسازند. من از کردم سخت پشیمانم. هزاران مراتب توبه کردم. دیگر به جنایت دست نمیزنم. به آزادی برایم، به خدمت زن فرزند و نزدیکانم مشغول میشوم. اگر توانم ذره‌ای هم باشد به وطن خدمت میکنم.